8 آیه است، من میخونم. میگه اگر خداوند با ما نمی بود، اسرائیل الان بگوید اگر خداوند با ما نمی بود، وقتی که آدمیان با ما مقاومت نمودند، آنگاه هر آینه ما را زنده فرو می بردند، چون خشم ایشان بر ما افروخته بود. آنگاه آبها ما را غرق می کرد و نهرها بر جان ما می گذشت. آنگاه آبهای پرزور از جان ما می گذشت. متبارک باد خداوند که ما را شکار برای دندانهای ایشان نساخت. جان ما مثل مرغ از دام صیادان خلاص شد. دام گسسته شد و ما خلاصی یافتیم. اعانت ما به نام یهوه است که آسمان و زمین را آفرید. آمین. بفرمایید. یه کتاب مزامیر 15 تا مزمور هست که به اینها میگن سرود درجات. این مزمور هم اگر نگاه کنید نوشته سرود درجات. از مزمور 120 تا مزمور 134 به اینها میگن سرود درجات. سرود درجات چیه؟ قوم اسرائیل باید سالی 3 بار مردانش از همه اسرائیل میرفتن به اورشلیم، توی معبد قربانی میکردن و خدا رو پرستش میکردن. یک بارش توی عید فسح بود به نشانه خروجشون از مصر و کاری که خداوند کرده بود و قربانی که خداوند انجام داده بود. یک بارش عید هفته ها بود که جشن برداشت گندم بود یا همون پنتیکاست که 50 روز بعد از عید فسح بود که ما پنتیکاست رو جشن میگیریم که همون موقع روز در واقع به نوعی تولد کلیسا بود. یک بارش هم عید خیمه ها بود که میرفتند چند هفته رو در خیمه ها بودن و اونم در پاییز بود، تقریبا همین موقع داره برگزار میشه برای جشن شکرگزاری برداشت محصول. تو این 3 تا عید مردان اسرائیلی از هر جای اسرائیل که بودن باید میرفتن اورشلیم قربانی میکردن. اورشلیم کجا بود؟ روی یک بلنده‌ای بود، الان هم هست، نزدیک 600 700 متر یک بلنده‌ای هست. و اون مردان اسرائیلی وقتی میرفتن بالا که به اورشلیم برسن یا در طول راه، این سرود درجات رو میخوندند، این 15 تا مزمور رو میخوندند در طول راه به عنوان شکرگزاری و بخشی از پرستش خودشون. در کتاب خروج هم خداوند گفته که 3 مرتبه در سال باید بیاید اورشلیم و من رو پرستش بکنید برای کارهایی که برای شما انجام دادم. پس قوم میرفتن خدا رو برای اینکه اونها رو از مصر در آورده بود شکرگزاری میکردن، میرفتن خدا رو برای جشن برداشت گندم شکرگزاری میکردن، میرفتن برای برداشت محصول شکرگزاری میکردن و 3 بار در سال این کار انجام میدادن. اما و این 15 تا مزمور رو تو راه میخوندن، مخصوصا وقتی نزدیک اورشلیم میرسیدن و شروع میکردن بالا رفتن، به حضور خداوند رفتن، به معبد رفتن. و یکی از این مزامیر همین مزمور 124 بود که میگفتن اگر خدا با ما نبود چه بلایی سر ما میومد. این 15 تا مزمور 120ش در رابطه با غربت داره میگه که میگن ما توی غربت چه روزایی کشیم. مزمور 121ش اعلام میکردن که خداوند نگهبان ما هستش، خداوند نگهدار ما هستش. از مزمور 122 تا 133 شادمانی بود، شکرگزاری بود، اعتراف بود، اعتماد بود، توبه بود، اینها رو به خدا اعلام میکردن. و مزمور 134 یک مزمور کاملا شکرگزاری بود. پس این 15 تا مزمور رو که این قوم برای خدا میخوند، از همون اول خدا رو پرستش میکردن، شکر میکردن، کارهایی که براشون انجام داده رو یادآوری میکردن و نهایتا هم خدا رو پرستش میکردن. توی همه اینها من امروز مزمور 120 ما امیدواریم یه روز بتونیم همه این 15 تا مزمور رو تک تک بررسی کنیم. توی همه اینها میرسیم به مزمور 124 که قوم میگه همه اسرائیل با هم بگن اگر خدا با ما نبود چه بلایی سر. یه لحظه برگردید به زندگیاتون نگاه کنید. اگر خدا با شما نبود کجا یه بلایی سر؟ اگر خدا با ما نبود کجا رو نمیتونستیم طی کنیم، نمیتونستیم رد کنیم، نمیتونستیم پاس کنیم. اگر خدا با ما نبود تو چه بحرانهایی میموندیم و دیگه هیچ امیدی نبود. اما خدا را شکر خدا با ماست و کلام خداوند میگه وقتی خدا با ماست کیست به ضد ما. 2 تا مورد انتخاب کردم با هم بررسی کنیم. مورد اول اینه، توی همه این بحران‌های زندگی یادمون بیاد خدا طرف ماست. خدا طرف ماست. وقتی شریف برنامه داره، ما نامه‌های اسکروتیپ و چهارشنبه داریم بررسی می‌کنیم،
که شریع واسه هر روز ما چه برنامه‌هایی داره، ما رو بزنه، ما رو بکوبه، کلیسا رو خراب بکنه، ایماندار رو به زمین بزنه. توی همه این بحران خدا با ماست. نه تنها با ماست، خدا طرف ماست، پشت سر ماست. توی کتاب اشعیا فصل 43 آیات 1 تا 7 من آیات اینجا پرینت میکنم، ولی بیشتر دوست دارم از خود کلام خدا رو دستم بگیرم بخونم. کتاب اشعیا فصل 43 آیات 1 تا 7 میگه: "و خداوند که آفریننده تو ای یعقوب و صانع تو ای اسرائیل است." اسرائیل در عهد جدید کلیساست، ما هستیم. خب میگه مترس، زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم، پس تو از آن من هستی. چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نمایی تو را فرو نخواهم گرفت. چون از میان آتش روی سوخته نخواهی شد و شعله‌اش تو را نخواهد سوزانید. زیرا من یهوه خدای تو و قدوس اسرائیل نجات دهنده تو هستم. مصر را فدیه تو ساختم و حبش و سبا را به عوض تو دادم، چون که در نظر من گرانبها و مکرم بودی و من تو را دوست می داشتم. پس مردمان را به عوض تو و طوایف را در عوض جان تو تسلیم خواهم نمود. باز میگه مترس، زیرا که من با تو هستم و ذریت تو را از مشرق خواهم آورد و تو را از مغرب جمع خواهم کرد. به شمال خواهم گفت بده، به جنوب که ممانعت مکن. پسران مرا از جای دور و دخترانم را از کرانهای زمین بیاور. یعنی هر که را به اسم من نامیده شود و او را به جهت جلال خویش آفریده و او را مصور نموده و ساخته باشد. کلیسا ما هستیم و این وعده برای ماست. خداوند تو همین 7 آیه 2 بار میگه مترس، میگه به شمال و جنوب میگم بده، به شمال و جنوب میگم جلوی اینها رو نگیر اگر من بخوام، اگر من بخوام. میگه از نهرها عبور دادم. یه لحظه برگردید عقب ببینید خدا ما رو از چه جاهایی عبور داده. هر کدوممون فکر کنم 2-3 تا از این نهرهای وحشتناک رو داریم توی زندگیمون که خدا ما رو از اونها عبور داده و نمیدونیم چی میشه خیلی وقتا. اما مزمور 23 آیه 4، مزمور 23 رو حفظ هستی بلدی، خیلی مزمور قشنگیه. خداوند شبان من است، محتاج به چیز نخواهم بود. توی آیه 4ش میگه چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. داوود خیلی خوب وادی سایه موت رو میدونست چیه. چوپان بود، بلکه هم که چوپان بود خیلی وقتا مجبور گله رو از بین دره هایی ببره که تاریکه، انقدر اون کوه بلنده که و دره عمیقی که حتی آفتاب هم خوب نمیخوره بهش و دره بدترین جاست برای کسی که چوپانه، چون هم خیلی راحت میتونن دزدا بیان بهش حمله بکنن، جای فرار نداره و هم حیوانات وحشی اونجا قشنگ تو کمین میشینن. پس دره برای یک چوپان واقعا جای موته. دشت سرسبز اینطور نیست. دشت سرسبز قشنگ میتونه خطرات رو ببینه، دزدا رو ببینه، حیوانات وحشی رو ببینه، از خودش دفاع بکنه. ولی توی دره وقتی دو طرف، من یه بار اینجوری گیر افتادم، ما یه جایی بودیم توی ماهو رفتیم، واقعا یه دره‌ای بود، جلو 4 تا سگ وحشی بود، از عقب اونم چی بود و خیلی ترسناک. ولی توی دره اگر جلو عقب گرفته بشه، حیوانات وحشی بشه، دزدها باشه، جایی برای فرار نداره و دقیقاً میشه دره سایه مرگ، وادی سایه موت. و میگه در وادی سایه موت نیز راه روم. بارها هم رفته بود، ما میدونیم حتی شیرم به داوود حمله کرده بود یک بار. از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد. چند تا وادی سایه موت تو زندگیاتون رد کردید؟ مثلا ما که پناهنده ایم خیلی باز شاید اگه تو ایران بودیم تعدادش کمتر بود. ما وقتی از ایران داشتیم میومدیم بیرون دو و نیم سال پیش و میدونستیم کار تمام شده و باید دیگه بریم بیرون و اینو هی 1 سال هی انجام میرفتیم و یه روز نیسان گفت کجا میریم؟ گفتم واقعا نمیدونم کجا میریم. این یک تاریکیه که نمیدونم کجا دارم پامو میذارم، ولی میدونم باید پامو بذارم و هیچ چیزی نداشتیم تو ذهنم. و تو این 2.5 سال مثلا قرار نبود بیایم آمریکا، قرار بریم انگلستان، اونا کنسلش کردن. بعد از 1 سال صحبت کردن گفتیم میریم اسکاتلند، این دفعه ما کنسلش کردیم. دقیقاً وقت سفارت رو هم گرفته بودیم و همه چیز دستمون بود.
تا اینکه هیچ چیزی رو نداشتیم و خدای اینجا رو برای ما مهیا کرد. من یادم یه روز توی ترکیه که بودیم، پول تمام شده بود، اقامت داشت تموم میشد، راههای جلو هم همشون بسته شده بود، راههای پشت سرمون هم هیچ چیزی نبود، نمیتونستیم برگردیم. و یه شب رفتم بیرون، این برکت همیشه میگم، و رفتم بیرون و داشتم دعا میکردم و گریه میکردم اون شب. و نزدیک یک ساعت و نیم قدم زدم، دعا کردم، گریه کردم. وقتی برمیگشتم این آیه به یادم افتاد که آنان که با اشک‌ها میکارند با ترنم دل و خواهند. دو سه بار این آیه یادم افتاد و بعدش این سرود خداوند و تا آگاهی رو خوندم. خداوند و تا آگاهی زندک آرزوی من. و اومدم خونه باز هم نمیدونستم چی میشه، اما خداوند معجزه کرد، این راهو برای ما باز کرد. 1 سال و نیم بعد خداوند معجزه کرد، دوباره این اجازه کارو به ما داد. اما کلام خداوند میگه آنان که با اشک‌ها میکارند با ترنم دل خواهند. اشک‌های ما نزد خداوند ارزشمنده. این قشنگه. تک تک اشک‌های ما، اگه بچه‌مون گریه بکنن واقعا اذیت میشیم وقتی اشک‌های بچه‌ها رو ببینیم. و خدای محبت اشک‌های ما براش ارزشمنده. توی وادی سایه موت عصا و چوب دستی خداست که ما رو تسلی میده. خداونده که ما رو تسلی میده و این اشک‌ها برای خداوند ارزشمنده. اما آیات 6 تا 8 رو میخونم از همین مزمور چند بود؟ میگه متبارک باد خداوند که ما را شکار برای دندانهای ایشان نساخت. چند نفر آماده بودن ما رو شکار بکنن؟ خیلی. مثلا اونایی که توی ایران یه دوران جفا کشیدن، چه دندانهایی تیز شده بود. جان ما مثل مرغ از دام صیادان خلاص شد، دام گسسته شد و ما خلاصی یافتیم. اعانت ما به نام یهوه است که آسمان و زمین را آفرید. توی یک از مزامیر میگه اعانت من از جانب آسمان ها می آید، از بالای کوه ها می آید. اعانت، کمک، یاری خداوند. ما به کی تکیه میکنیم؟ تو اون وادی سایه موت که میریم، توی این وضعیت سختی که میریم، آره سعی میکنیم کمک‌هایی رو بگیریم، طبیعیه، نرماله، خداوند ما رو آفریده تا از هر طریقی که میتونیم و در اراده کلام خداونده کمک بگیریم. ولی به کی ایمان داریم که ما رو نجات میده؟ قوم اسرائیل بارها خداوند نجاتش داد، بارها خداوند رفت از بارها هم قوم اسرائیل رفت به جایی که به خدا تکیه بکنه، به کی تکیه کرد؟ به آشور، به مصر. باز به آشور تکیه میکرد یه چیزی، آشوریا به هر حال میتونستیم هواش خوب داشته باشه. خدا رو ول کرد، به جای اینکه به خدا ایمان داشته باشه رفت به مصر تکیه کرد، رفت به آشور تکیه کرد. ولی اشعیا فصل 2 آیات 17 تا 18 داره خداوند. کتاب اشعیا فصل 2 آیات 17 تا 18. من دوست داشتم این آیات وقتی داشتم میخوندم خیلی خوشم آمد از لحن خداوند. میگه آیا این را بر خویشتن وارد نیاوردی چون که یهوه خدای خود را حینی که تو را رهبری مینمود ترک کردی و الان تو را با راه مصر چه کار است؟ حینی که تو را رهبری میکرد ترک کردی، رفتی دنبال مصر. تا آب شیهور را بنوشی و تو را با آشور چه کار است؟ تا آب فرات را بنوشی. خداوند ما رو رهبری میکنه. ایمان داریم خدا واقعا ما رو رهبری میکنه یا فقط میگه آره خدا رهبری میکنه؟ نه، اگر برگردیم به زندگیمون نگاه بکنیم، به اون وادی‌های سایه موت نگاه بکنیم، به جاهایی که خداوند ما رو از اونجا عبور داده، شبانی کرده، از اون دره‌های مرگ نگاه بکنیم، موقع راحت مثل این مزمور میتونیم بگیم اگر خدا با ما نبود ما نمیتونستیم اونجا رو پاس بکنیم، اونجا رو رد بکنیم. اونجا هستش که به جز خداوند به چیز دیگه تکیه نمی‌کنیم. در کتاب هوشع فصل 5 آیه 13 میگه چون افرایم بیماری خود را و یهودا همون اسرائیل جراحات خویش را دیدن، افرایم به آشور رفت و نزد پادشاهی که دشمنش بود فرستاده، اما او شما را شفا نمیتواند داد و جراحات شما را التیام نتواند. تنها کسی که جراحات ما را شفا میده خداوند ما عیسی مسیح. تنها خداوندی که در این آسمان و زمین هست خداوند عیسی مسیح. تنها خدا بر زمین عیسی مسیح. آمین.
پس چرا بذاریم کسی دیگه‌ای، خدای دیگه‌ای، روح دیگه‌ای بیاد ما رو هدایت کنه؟ چرا بذاریم حاکم قلب ما اون چیز دیگه‌ای باشه؟ حاکم زندگی ما کیه؟ آمین. چند درصدش دست عیسی مسیح؟ 100 درصدش. ما تو کتاب مکاشفه می‌بینیم خدا با 95% راضی نیست، با 99% خوشحال نیست. خدا میگه یا 100 درصد یا هیچی. من میرم کنار، خودت برو ببین آشوب چه بلایی، مصر چه بلایی سر. بیایید امروز یه لحظه برگردیم عقب، ببینیم خدا ما را از چه عبور داده و بگیم اگر خدا با ما نمی بود چه بلایی سر ما می اومد. هر کدوممون یکی دو تا از این چیزا رو داریم، حداقل یکی دو تا. حالا ما ایرانی‌ها معمولا خیلی بیشتر از 10-15 تا از این وادی‌های سایه سالیانه تجربه می‌کنیم، نه فقط ما در طول زندگی. و بعد بیای به این فکر بکنیم که چند درصد زندگی ما رو خداوند داره رهبری میکنه، اجازه میدیم خدا رهبری بکنه. خدا رهبره و رهبری میکنه، ولی مهم اینجاست ما بهش اجازه باید بدیم. به زور نمیاد زندگی ما رو تو دستمون بگیره، به زور نمیاد، ما باید اجازه بدیم. اگر وادی سایه موتی دارید، اگر تنگی دارید، اگر فکر میکنید الان توی بحران هستید که هممون هستیم به نوعی، بیایید امروز وقت دعایی داشته باشیم اینجا. من امروز خواستم بیشتر وقت دعا داشته باشیم و در اتحاد، کلام خدا میگه هر جا 2 یا 3 نفر به نام من جمع بشن. در اتحاد هر کس خواست بیاد جلو در زمان سرود با هم دعا کنیم، هر کس خواست همونجا دعا بکنه، اما در اتحاد از خداوند بخواهیم وادی‌های سایه موت رو برای ما به دشت حیات تبدیل کنیم، وادی‌های سایه موت رو روشن بکنیم، مرگ رو برداره، ما رو رهبری بکنه، به ما حیات دوباره بده، ما رو تو بحران‌ها بلند بکنه، ما رو هدایت بکنه و هر روز یادمون بیاد اگر خدا با ما نمی بود هیچ کدوم از اینا رو نمی‌تونستیم پاس بدیم. از این به بعدش هم اگر خدا با ما نباشه بازم هیچی نمی‌تونیم پاس بدیم. بیاید امروز بریزیم همه چیز رو زیر پای صلیب عیسی مسیح. هنوز راه خیلی زیاده. هنوز ما تو این جهان قراره جبهه‌های خیلی زیادی بکشیم. مهم هم نیست تو ایران باشیم یا تو آمریکا باشیم. شیطان همه جا هست و ما فرزند خداوندیم و دشمنش ندیم. پس هر جایی سعی. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا میخواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند. جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم مینماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم میگسترانی، سر مرا به روغن تطحین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد. یهوه خدای خالق، یهوه خدای شفادهنده، یهوه پادشاه، خداوند شکرت میکنیم که تو خداوند ما هستی و تو با ما هستی. خداوند شکرت میکنیم زیرا اگر خداوند با ما نمی بود شریر ما رو تکه پاره میکرد، شریر اجازه نمیداد ما حیات داشته باشیم، اما تو نه تنها بر این جهان ما رو حفظ کردی بلکه به ما حیات ابدی دادی در ملکوت خودت و شکرت میکنیم. خداوند عیسی مسیح شکرت میکنیم که بر صلیب رفتی، شکرت میکنیم راه نجات رو مهیا کردی. یهوه خالق شکرت میکنیم که با ما هستی. روح القدس شکرت میکنیم که در ما هستی و ما رو هدایت میکنی. امروز میطلبیم با ما باش، امروز میطلبیم شریر رو در زندگی هر کدوم از ما ببند و امروز میطلبیم خداوند قوت بده این هفته در تو رشد کنیم، در تو باشیم و ما رو از شریر برهانیم. و الان دعا میکنیم و میطلبیم محبت خدای پدر، فیض خداوندمون عیسی مسیح و شراکت روح القدس به همه ما باشد و بماند در نام خداوند ما. آمین. عزیزان بفرمایید. خیلی